میخوایم ببینیم پیام ماه کامل برای تک تکتون چیه. سلام، امیدوارم خوب باشین. الهی که بهترین ها سهم دلتون باشه. اول یه بر بزنیم کارت های تاروتمون رو تا شما هم با سابسکرایب کردن ما با ما همسو هم فرکانس بشید، دقتتون بیشتر بشه به فال های ما. خب به نام خدا انشاءالله که خیر بشه. بریم اول سراغ فروردین مایه های عزیز. به به، میگه زندگی رو ساده بگیر. خیلی زندگی رو سخت گرفتی و به خیلی چیزها داری توجه میکنی که اصلاً لایق توجه کردن نیست. به خاطر همین اشکت داره در میاد، داری در خلوت خودت گریه میکنی و همین باعث میشه که دعاهای تو هم مستجاب نمیشه. پس سعی کن که انقدر به حواشی توجه نکنی. بریم سراغ اردیبهشت ماهی های عزیز. اردیبهشت ماهی های عزیز دنبال تمام کردن کاراشونن، دنبال اینکه اون پازل زندگیشون رو، پازل برنامه هاشون رو در واقع بتونن تمام بکنن و به سرمنزل مقصود برسن و حتی گهگاهی هم اون کودک درونشون بالا میاد و بهشون یه توجهایی باید بشه. یه مقدار نسبت به آدم‌های اطرافتون ممکن تو تنگنا گیر بکنید. اصلا نگران نباشید، سعی کنید دوستی هاتون رو محافظه‌کارانه ادامه بدید وگرنه اون دوستی برای همیشه تموم میشه. بریم سراغ خرداد ماهی های عزیز. خرداد ماهی ها، قدرتتون رو دارین به 2 نفر نشون میدین که باعث میشه مسیر زندگیتون عوض بشه و صحبت از موفقیتی که دارین به دست میارین و باعث میشه که این محدودیت هاتون هم در واقع کمرنگ بشه. میگه دیگه نمیخوام این سری کارها رو انجام بدم. بریم سراغ تیر ماهی های عزیز. عاشقی نه؟ الهی که عشق جاری باشه تو زندگیاتون. به به، صحبت عشق و عاشقی هست که تو زندگیتون جاری میشه. یه مقدار تکیه گاه بودنتون برای آدم‌های اطراف ثابت میشه و به فکر پیشرفت خودتون و زندگیتون هم بیشتر میافتید و حتما سعی کنید قدر گوهر وجودتون رو بیشتر بدونید. بریم سراغ مرداد ماهی های عزیز، هم ماهی های خودم. اولا که مردم هر پشت سرتون خیلی زیاد میزنن و 2 نفر هستن که رو روان شما دارن راه میرن. سعی کنید که خیلی بهشون توجهی نکنید. شادی، موفقیت از آن شما میشه به شرطی که به خوشی‌هات بیشتر فکر بکنی و با 1 نفر هم داری کنار میای. انگار دوست نداری با 1 نفر هم راستا و هم قدم بشی، ولی میگه این دفعه رو حالا این کار رو انجام میدم. بریم سراغ شهریور ماهی های عزیز. شهریور ماهی ها دنبال این هستن که خودشون رو از یه دوراهی نجات بدن، دنبال این که بتونن توی زندگی یه دستی به این زندگیشون بکشن و از یه بین 2 تا کار در واقع گیر کردید. خیلی حرف پشت سر شما زده میشه و خیلی نجواها تو گوشتونه. حتما مراقبه انجام بدید تا بتونید به مراد دلتون برسید. یه مقدار هم ممکنه این روزها تو حال استراحت باشید، انگار شما رو اسیر خودشون کردن آدما. خیلی روی این رفتارتون بازتاب نداشته باشید چون خیلی زیاد میشه و بالا میره. بریم سراغ مهر ماهی های عزیز. مهرمایا به گذشته چسبیدن، همش فکر میکنن که باید یه کاری در گذشته انجام میدادن که نصف نیمه مونده، ولی یه مقدار آروم هستن. این آرامششون باعث میشه که دیگران اعصابشون خورد بشه و یک سری دروغ‌هایی رو بشنون در اثر این آرامششون که انتظارش رو ندارن. پس سعی کنید خیلی هم آروم نباشید. بریم سراغ آبان ماهی های عزیز. آبان ماهی باید بینشتون رو نسبت به آدم های اطرافتون عوض بکنید. باید به ندای درونتون توجه بکنید و باید سعی بکنید که مزاحم های زندگیتون رو حذف بکنید و اینکه اگر فکر میکنی رقیب داری حتما دنبالش باش که این رقیبت رو از بین ببری وگرنه زندگی تو فقط تو وهم و خیال خودت به سر میبره. بریم سراغ آذرمایه های عزیز. آذرمایه ها دنبال آهنگ زندگی هم، قدرتشون رو نشون بدن و دنبال این هستن که شادی بکنن، ولی یه افرادی شیطنت هایی رو میکنن که باعث میشه این توپ زیر پاتون میترکه و در واقع شما رو از اهدافتون دورتر میکنن. تو حال خودت فرو میری و باعث میشه که سرکوب کنی همه
انرژی هات رو. یه مقدار بیشتر به خودت توجه بکن و سعی کن دوستاتو غربال بکنی و پاکسازی انجام بدی. بریم سراغ دیمایه های عزیز. دیمایه ها خیلی به معصوم بودنشون این روزها فکر میکنن کسی قدر گوهر وجودشون رو نمیدونه و فکر میکنن که باید بیشتر مال اندوزی بکنن تا اینکه به داشته هاشون فکر بکنن. بریم سراغ بهمن مایه های عزیز. دنبال جشن و سرور هستن، اعصابشون خیلی خورد هستش و دارن خودشون رو با یک نفر دیگه مقایسه میکنن، ولی مقایستون اشتباهه. بریم سراغ اسفند مایه های عزیز. اسفند مایه ها دارید به مرز پختگی میرسید، به اینکه دیگه هر کاری تا الان انجام دادم دیگه بسته و دنبال زوج روحیتون دارید میگردید که بتونید باهاش سرحال باشید، ولی یه مقداری تو خلوت خودتون احساس تنهایی میکنید، احساس میکنید که کسی قدرتون رو نمیدونه و همه چیزهایی که دارید رو از دست دادید، چیزهای خوب زندگیتون رو. امیدوارم که بهترین ها سهم دلتون باشه، الهی که به هر آن چیزی که میخواید به اون موقع که ذوقش رو دارید بهش برسید. دوستتون دارم.